رسول صلى الله عليه وسلم گفت رسول صلی الله علیه و سلم الذين يصلحون اذا فسد الناس، کسایی که اصلاح میکنن، الذين يصلحون اذا فسد الناس، این یصلحون آمده، یعنی کسایی که صلاح پیدا میکنن در حالی که مردم همگی به فساد چی شدن، مبتلا شدن، اینا مردمای صالح هستند در میانشون. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم درباره غربت همی است. اول غربت از نگاه زبانی معنی چی است که غربت که است مثل یک شخص مسافر، در زبان عربی در مسافر غریب میگن. یعنی غریب به این معنی که نفر از یک جای مثلا از یک منطقه بیرون، مثلا کسی از افغانستان میاد در اسلام آباد و لاهور در اینجا مسکن گزین میشه، نه با زبان آشنا است، با هیچ مطلقاً آشنا نیست، این را به نام غریب میگن. غریب به خاطر میگن که مطلقاً اونس گرفته نمیتونه، در اونس چی نیست، با هر چیز ناآشناست، هر چیز برش اجنبی است، هم زبان هم قوم، هر چیز برش. یعنی غریب این دلالت به غربت میکنه که انسان در زندگی میکنه احساس غربت میکنه.